اوکی. دوربین اوکی صدا اوکی تصویر اوکی انرژی خیلی نه ولی انرژی هم اوکی باشه انشالله. سلام، اینجا دودکست و من امیر دودز، اول این پادکستم که 2 ماه آپلود نشده. کن شما هم با یه شرمساری خودتون معرفی کن، زشته، خجالت بکش. منم دود دوم هستم، شرمسار از همه دوستانی که ما رو دنبال میکنین و بله واقعا زشته. واقعا چی زشته. شد؟ دوباره مثل اپیزود قبل میگم، نه تو کار خاصی داشتی نه که کار خاصی نداشتیم. بذار توضیح بدم چی شد. فروردین شد، خداوکیلی سخت بود، تموم هم نمیشه و ما بیشتر اپیزود نه آخه تو ماهی که تموم نمیشه. نه خب تموم نمیشه، طول میکشه به خاطر سختیشه، نه این که طولانی تر باشه. خیلی سخت بود از نظر مالی و اینا، فشار همه چی گرون، دلار یه دفعه آخرین بار ویدیو گرفتیم چند دلار مثلا بودش؟ 93 بود، 80 اینا نبود. نه یه جامپ شدید زده بود که گفتیم اپیزود قیمت دلار داشت. بعد یه دفعه شد 105 تومن و به 107 109 هم رفت و دوباره اومد پایین و الان دوباره برگشته تو همون 90 تومن. آره این فروردین حاجی، فروردین مثل علی پروین فروردین. برو دیگه خدا وکیل بیخیال. آخه یه چالش دارم امروز برات. یکی از آسای پاستو رو بگو. آسفیکو که دفعه قبل گفتی زای بازی دیگه. گیش نیست. آسه گیش نیست. نه ولی خدا وکیلی این ماه خیلی سختی بود، فشارهای زیاد اقتصادی، نه چیز دیگه، یعنی خبر بد عجیب غریب نداشتیم. داشتیم؟ نه عجیب اپیزودا رو خبرهای دست عمو ترامپه، یعنی هر اپیزود ما در مورد یادم حرف ما هفته پیش یه بازی رفت داشتیم، مذاکرات رفت. هفته بعدی که میشه فردا شنبه الان جمعه است ما داریم آپلود می‌کنیم، فردا قرار بازی برگشت دور دوم. آفرین مذاکره دور بازی برگشت داره. شمالی شدی پایتخت میگه بازی برگشت داره، ولی آره فردا اینم چه بلای سرمون میاد دیگه خدا میدونه. گرچه میدونی دیگه چند وقت دیگه به نظرم اینا نمایشه فیلم واقعا، یعنی واقعا احساس میکنم من کاراکتر یه فیلم خیلی بدم، یعنی همه اتفاقای دنیا داره سرمون میاد. نه دیگه یه فیلم خوبی، فیلم تراژدی خوب. نه فیلم خوبه، فیلم توش اتفاقای، یعنی کاراکتر بدبخت فیلمی ما. فیلم خوبی هم نمیشد، اتفاقا خاصی برای من تو زندگیمون نمیفته، اتفاقای خیلی بد داره میفته، ولی مثلا این تو عجیب و غریبی نیست که فیلمی باشه. بذار کارکت کنم، ما یه سریالیم، این سریالایی که آروم پیش میره، روزمره نشون میده کاراکتر، مثلا گلاش آب میده و اینا، ولی ما اصلا زبون نمیذاره بگم داره چه اتفاقاتی میفته. ولی خب متاسفانه بله مستجیزش کنیم پادکست راحت بتونیم حرف بزنیم. زندگی گفتم که اینجا بوق میزنیم. ولی خب نه میدونی بالاخره یه روزی بوقا هم میره، من مطمئنم. اینجا تازه رومون گرم نشده، 4 تا فوش اول تو کامنت ها بکشم بهمون، ما هم دیگه از اپیزود بعدی 100% جواب فوشه. نه چرا بدآموزی؟ دوستان هر کی به تو فوش میده شما تو داری کنین، تو دلتون فوشو عملی کنین، یعنی به جای فوش بدین برو سراغ آفرین میدونی که دیگه. آره خدا رو شکر. آقا یه الان متوجه شدم عادت بدی داریم، همیشه اول اپیزود میگیم چه اتفاقای بدی افتاده، چه اتفاقای خوبی افتاده. اگه بگی هیچ خواهش میکنم اتفاق خوبی بگو. چی بگم؟ آقا به آن پوینت ترین و خفن ترین قضیه دو تاریخ اشاره نکردیم. موهای ما کمیل رو ببینیم. بله خیلی باحال شد. 2 ماه چه موهایی به هم زد. آره ببین کمیل رشته خیلی خفنی داری آقا کمیل. ولی خیلی موفق شد. کچل اومدم میفهمی. نه خدای خیلی باحال شده. یه وایب سیاه پوستی میدی بهم.
الان میتونم دیرت میکنم توی ویدیو توی اینجا این انورد رو بگو ای آپلود میشه و بعدا بر علیهت استفاده. نه حالا اگه یه نفر سیاه‌پوست دیدم تست میکنم یا زنده بر نمیگردم، اگه برگشتم نتیجه چون هنوز فامیلی فرندلیه اپیزودا میگم جرأتشه و یعنی یه چیز دیگه رو آفرین مطمئنم نداری وگرنه میگفتی همین الان بردو. خلاص اتفاق خوبی افتاده، اتفاق خوب، فرح بخش، انرژی، زندگی، نمیدونم حالا همه مذاکرات اگه بشه میتونه خبر خوبی باشه، واسه بعضی هست واسه بعضی نیست، هر کی نظر خودش رو راجعش داره. من و تو هم مثلا خیلی یه سری مردم خیلی خوشبینن و خوشحال، ما که اصلا عین خیالیم. یه اتفاق بالی توی چند وقت زیادی خیلی که چیزا شده. آریا کوکسر یه دونه چی گذاشت، خیریه گذاشت، 3 میلیارد خوردی پول جمع کرد، میخواست 3 تا مدرسه یا یه مدرسه برای کسایی که مدرسه مثلا امکانات ندارن و اینا نزدیکشون مدرسه بسازه که خیلی کار قشنگیه. آره خیلی هم کمک کردن و واقعا عجیب جمع شد. آره تو حدس می‌زدی حدس می‌زدی جمع شه اینقدر؟ من اتفاقا حدس می‌زدم بیشتر جمع شه. من اولش اینطوری بودم بیشتر، من اولش اینطوری بودم که جمع نمیشه. بعد که داشتم همینطور نیک روز رو نگاه می‌کردم، اسمش نیک روز بود، داشتم نگاه می‌کردم یفتن یه رقم‌های عجیبی داره میاد وسط. گفتم خب حتما جمع میشه. منم اون رقم‌ها رو دیدم فکر می‌کردم خیلی بیشتر، ولی دیدم نه، اون آدمایی که اینجوری دونیت کردن تعدادشون کم بود. آره میگم ولی قبلش اینطوری بودم که نه بابا، ولی خب مثلا میتونست پروموت بهتری داشته باشه. آره خیلی میتونست پروموت بهتری داشته باشه. پروموتش به نسبت خیلی کم بود، یعنی هرچی هم پروموت شد تو کامیونیتی خود یوتیوبرها و اینا بود، یعنی جوری نبود که شاید خیلی از کسایی که مثلا تو ایران هم بعضیشون خوبه بیان کمک کنن. آره اکثر اون دونیتا بزرگ هم اکثر یوتیوبرها خود ایران بود. آره دقیقاً. میدونی مثلا حالا صدف بیوتی و اینا رو آورد، مثلا میتونست بگه همونا تبلیغش کنن، شاید هم کردن خبر ندارم. آره ما اونا رو دنبال نمی‌کنیم. ولی خب مثلا اونجا تو اینستاگرام افراد بیشتری میشناختن، ولی خب خیلی خفن شد. 3 میلیارد پول کمی نیست. نه همینم واقعا یه مدرسه بشه خیلی حرفه واسه یه کامیونیتی کوچیکه مثل کامیونیتی یوتیوب و توییچ ایران، خیلی کار بزرگیه، خیلی کار باحالیه. منم واقعا جدا از ریا و اینا لبخندی که زهی ناراحتم کرد، نه جدا ریا و اینا واقعا خیلی دوست دارم بتونم داشته باشم، الان که نداریم ولی خب پس ما رو دنبال کنین که ما مدرسه بسازیم. حرفای منظوردار از قبل ما برنامه چیدیم. نه جدی دوست دارم مثلا اون دسترسی و پول و امکانات رو داشته باشم که بتونم کمک کنم. تا حالا شده یه تایمی حدود 3 سال پیش میکردم، کوچیک کم، یعنی کار خاص خیلی بزرگی نبود، خیریه هم نبود، ولی خب نتونستم دیگه. ولی پوینتش این بودش که وقتی مثلا کار رو میکنی کل باورت نمیشه، میگن تو وقتی به یکی کمک میکنی داری به خودت کمک میکنی، واقعا حال رویت خوب میشه. یعنی تو حال یه نفر یه کوچولو خوب کنی واقعا حالت خوب میشه، یعنی به صورت عجیب، باورت نمیشه، عجیب غریب. جدی دارم میگم. مثلا ما میرفتیم پیش یه سری بچه و اینا، حالا توضیحات نمیدم که کجا میرفتیم، مثلا پیش اینا میبودیم و اینا. من هر بار اونجا میمدم خب اولا که اولش کم مثلا ناراحت بودیم که چرا این شرایط برای بچه ها مثلا انقدر بد بوده، زندگیشون مشکل داشت و اینا. دفعه‌های مثلا هر بار که بیشتر میرفتم، مثلا هر میرفتیم میدیدیم ما رو میدیدن خوشحال میشدن، عمو فلان اینا، اصلا دلت شاد میشد که نگاه اینا دارن میخندن، حالشون خوبه. واقعا کمک به دیگران به خود آدم خیلی حس خوبی میده. نمیدونم چیه، نمیدونم کجا میاد. نه 100% خیلی اصلا عجیب غریبه. باور اگه هم چیزی تو انسان نبود هیچ وقت اصلا انسان به این روزا نمیرسید. یعنی اگه اون کامیونیتی و همبستگی انسان ها نبود، انسان اصلا پیشرفتی نمی‌کرد. دقیقاً میگم اصلا چیز جالبیه. ولی خب یه چیز ناراحت کننده ای که هست همش داره این کمتر میشه. آره خیلی کمتر. ولی خب از یه طرف هم آدم حق میده، واقعا بعضی زندگی‌ها آدم‌ها تو ایران می‌بینی نسبت به آمار، نه فقط ایران، خیلی تو کل دنیا داره کم میشه.
آخه حالا من کاری ندارم، ایران که خیلی ما وضعمون خیلی داغونه. ایران آره، من واقعا خب مثلا خودم شده سر 4 راهی برم، حتی من ترجیحاً سعی میکنم به بچهای سر 4 راه پول ندم، خوراکی بدم، باشون حرف بزنم، چون پوله که تو جیب خودش نمیره، یکی دیگه و عقب اینو فرستاده و پولو میخوره. ولی خب مثلا قدیم میتونستم کمک کنم، مثلا برم آقا یه پیتزای ساندویچی براش بخرم، الان اصلا نمیتونم بهشون میگم به قرآن خوب به خودم نمیتونم مثلا خرج خودم بدم دیگه. حالا یعنی اینجوری هم که مثلا من از این طرف اون طرف شنیدم، ندیدیم که ولی خب بقیه کشورها هم خیلی وضعشون نسبت به سال اخیر بد شده. آره یعنی مردم خودشون حتی مهاجر ایرانی هم که اکثرا تو کشورها خیلی ناراضی‌ان. الان که کانادا و چین و مکزیک شدید توی یه جنب و جوشی هستن، چون ترامپ شدید گرفته روی سه تا چینو که داره سرویس میکنه. حالا بقیه کشورها رو این حالت چی سرد کولد نه چی گذاشته بود روی جنساشون، حالت آره تکسی که گذاشته بود، مالیاتی که گذاشته بود، بقیه کشورها همه رو 9 ماه متوقف کرد ولی فقط چین رو نگه داشته و یه توییت زده گفته که مثلا هر فکر کنم 10,000 لایک یا هر 100,000 لایک که این توییت من بگیری 1% به تعرفه چین اضافه میکنم. بعد فکر کنم به آخرین باری که نگاه کردم رسیده بود به 240%. بابا نکنید تو رو خدا لایک نکنید. یعنی ببین ترامپ اصلا عین یه بازی، عین یه شوخی سیاستو میبینه. کرده این کارو؟ آره واقعا هم کرد. خودم مرگم نکن داداش. نه حالا من الان ناراحتی مال ترامپ نیست، بابا لایک نکنید خدا وکیلی. حالا چینه دیگه. چینه حالا اون بیچارام. نه چین هم کاری کرد، اومد صنعت گفتش هیچ فیلم هالیوودی دیگه توی چین پخش نمیشه، که اینم خودش ضربه خفنی بودش چون چین 2 میلیارد یکو خورده میلیارد آدم هم خیلی هم. مثلا صنعتی هم میتونه با خودش ببره. تو میدونستی چین سانسورات خیلی بدی داره؟ تو اسکلت آره کمونیستی شدید، تو اسکلت نمیتونی تو تلویزیون نشون بدی. تلویزیون مثلا اینو میدونه. بعد یه چیزی خیلی انیمه اینا رو هم دیدم، یعنی واسه چین تغییرش میدن. آره تغییرش میدن. فورتنایت که جفتمون بازی میکنیم بعضی وقتا، یه بکپک من داشتم مثلا مال کاراکتر میستیک مارول بود، این اسکلت بود، بعدش نگاه کردم توی ورژن چین یه گویه اسکلت نیست، بعد چیزا عجیب غریب اصلا نمیدونم واقعا سیاست‌ها برای چیه. میدونم حالا تئوریشون چیه، میگن که مثلا این حجم از رقابت و اینا جالب نیست و مچ که طولانی بشه وقت بازیکن رو میگیره. توی ورژن چین اگه مثلا بازی فورتنایت از هر مچت از ربع ساعت که بگذره یا هم 17 دقیقه 20 دقیقه کل پلیرها ویکتوری میگیرن، همه میبرن. عالی شد. این بچه‌ها واقعا تفکر کمونیستی دیگه خیلی عجیب غریبه. آخه ببین کلا تو خیلی اکثر کشورها یه سری قانون احمقانه وجود داره و ازشون بپرسی نمیدونن چرا این قانونا رو گذاشتن، صرفا به خاطر اون اعمال قدرت اون حکومت دیگه. یعنی عجیب غریبه ولی واقعا. آره چین حالا نظر در مورد مذاکرات چیه؟ به نظرت چی میشه فردا؟ به نظرم سفر بنز میشیم یا تانک؟ انشالله که سوار تانک نشیم. فکر نکنم بشه، خبری نیست به نظر من. داریم پیشگویی میکنیم؟ آره نه داداش از آینده نه یعنی گفتم که اگه میخوایم پیشگویی کنیم به نظر من خبری نیست. این طوری نمیشه، طوری که منظورم نیست جنگ نمیشه، یعنی منظورم موافقت نمیشه. اتفاقا من فکر میکنم موافقت میشه. چون ببین ایران الان بخوام خیلی فرق داره، یعنی ما برق نداریم، منابع طبیعی نداریم دیگه، یعنی هیچی واسه ما نمونده. میفهمم، نمیدونم واقعا. نظرمو که بخوام بگم دستم خیلی بسته است، نمیتونم نظر خودمو بگم که دلم میخواد یا نبشه، اما خب به نظرم نمیشه. خبری نیست. یه سوال، خبری نیست و کجا آوردی؟ من از تو میگم نمیدونم واقعا.
یه دفعه افتاد سر زبون. خبری نیست. من جدیدا مامانم اصلا صبح خواب پا میشم میگه چه خبری؟ خبری نیست. این چیزای عجیب غریبی میفته سر زبونم. تو چه کارا کردی؟ کار اسفند که دهنمون سر هونده تکونی سرویس شد. دوباره باید بتکونیم. تراس رو دیدی؟ آره. چه باد و خاکیه اینجا، یعنی آره دهنمون سرویس شد. طوفان جالبی دیشب اومد حاجی. طوفان ناجالب به نظر. جالب بود ولی عجیبه، هوای سرد و گرم میشه، یه جاهای کشور چون یه دفعه برف میاد، بارون اونور میاد، اونور مثلا آفتابه. مثلا یه ایرانه دیگه. ایران واقعا یه چیز خیلی آن پوینت عجیب، چی میگن، غیر قابل باوریه. آره. چند وقت پیش یه استرالیایی اومده بود تو ایران. لوک؟ آره لوک. اسم کانال یوتیوبش هم از ترافل ویث لوک. بعد پشماش ریخته بود. اومد تهران، هوا -6 بود. واه. بعد یعنی تو فکر کنم اسفند بهمن اومده بود ایران. تازه ویدیو این همیشه مثلا تو کشور عجیب غریب که میاد مثل ایران که احتمال گرفتنش زیاده، از کشور که خارج میشه بلاگاشو میده بیرون. خب یعنی اینم فکر کنم 1-2 ماه تو ایران بود، الان داره بلاگاش میده بیرون. بعد از تهران یه ذره تو تهران چرخید و یه چند تا ولاگ گرفت دیگه، اومد هرمز دید هوا 25 درجه است. پشماش ریخته. میگه چه جوری توی کشور که ایران هم به نسبت بزرگ نیست مثل آمریکا و یه سری کشورهای دیگه که بگیم مثلا خب به خاطر طول و عرض جغرافیاییش اینقدر متنوع، خب ایران درجه تفاوته. مثلا تو از شمال ایران میای جنوبش 30 درجه اختلاف هست. ایران خدایی جالبه، واقعا خیلی کشور جالبی. حیف که مواظبت نمیشه از این. آره. زیست بوم میگن. آره الان همون هرمز خاک نقره‌ایش تموم شد، یعنی فکر کن یه خاک یه دونه جزیره تموم شد. خیلی عصبی میشم میبینم، خیلی عجیبه. یعنی واقعا میخوام یکی رو بکشم. زبونم نچرخی، ولی واقعا میخوام مردم، هر کی، دولت، هر کی باعث و بانی این قضیه است میخوام بکشم. یکی دیگه هم این، یکی هم اون تک نخل کجا بودش، اونم یه نخلی بودش کنار آب بود، یه دونه بود. آره فکر کنم اونم یه خبری دیده بودم. اون مال مثلا 4-5-6 سال پیشه، اونم قطعش کرد یه نفر. مثلا تک نخل خیلی معروف. ولی خب میگم یعنی آسیبایی که ایران خورد تو مخصوصا این 100 سال اخیر به طبیعتش اینا از زمان قاجار. آره. یعنی ایران فکر کن یه منطقه کوچیک که مثلا شیر داشته، ببر داشته، یوز پلنگ داشته، پلنگ هم داشته، یعنی 4 تا گربه‌سان بزرگ دنیا، تنها جایی تو دنیا که همه اینا بودن ایران بوده. بعد مثلا شیر و ببر که منقرض شده، یوز پلنگ و پلنگ هم که وضعشون میدونی. عجیب غریب شده. من میرم بعضی وقتا بیرون نگاه میکنم یا طبیعت میرم، احساس کنم مثلا تانوس اومده بهش گند زده، مثلا هیچی نیست. نصف آره هیچی. بعد جدیدن یه وقتایی شده میرم بیرون آدم هم نمیبینم. نه واقعا ما هر جا تو طبیعت ایران میریم هیچ حیوانی نمیبینی. دقیقاً. یعنی چه بلایی سر موجودات زنده این کشور. خب مامانم تعریف میکنه، گفت قدیم خیلی برف میومد، خیلی بارون میومد، الان خبری نیست. آره. حتی این دیگه جهانی، مثلا این مشکل در سطح جهانی، حالا ایران خیلی بالاتر. عجیب غریب شده. خیلی عجیب. من دوباره برمیگردم به سوال قبلی. خبر خوبی نداریم. هرچی میریم جا، هرچی که میریم پیشتر و پیشتر. خبر جالب. یه کاری توی اپیزود قبلیمون من گفتم بکنیم و به صورت کوچولو انجامش دادیم، ناخودآگاه. تازه گفتم برای خودتون وقت بذارین، منظورم نیست که کار خاصی بکنین، مثلا بشین فیلم ببینین و اینا. داشتم مثلا تو رو مثلا زدم چند وقت بود فیلم سریال نمیدی، خودم همینطور. اینوینسیبل دیدی؟ آره. واقعا تبریک میگم که وقتت استفاده کردی. من خودم آلن ویکو شروع کردم، گرچه اونم چون ولش کردم این 2 ماهی که ما نبودیم فکر نکنین اشغال بوده، من حتی اونم بازی دیگه نکردم. آره من اصلا آخه اینویزیبل چقدر بود مگه؟ کلا 3 فصل بود. من یکم کانفیوز شدم. از کنم شما 7-8 قسمت. کاش نمیگفتم کانفیوز. من یکم گیج شدم. اینوینسیبل دیگه. آره.
یکی دوبار احساس کردم اینویزیبل میگی، فکر کنم اینویزیبله. نه اینویزیبله یعنی شکست ناپذیر. اینویزیبل میشه غیبا. آره دیگه خوب بود، جالبه، یعنی ارزش یه بار دیدن رو داره، بیشتر نه. خواهی بد میزنی. نشستم جدیدن دارم، بذار اولا یه کردیت به خودم بدم قبل که جمله‌مو بگم. من واکینگ دد دارم از 2014 نگاه میکنم، نگین بابوی تازه آشنا شده، ولی خب ولش کرده بودم. قسمت 17 فصل آخر ول کردم واکینگ ددو. نزدیک بود بگم فاکینگ دد. واکینگ ددو ول کرده بودم و الان از دیروز شروع کردم به دیدنش. چون قبل فصل 11 با یه اسپیناف میدیدم، ندیده بودم، ولش کردم برم اسپیناف رو ببینم دیگه. کلا مثلا چند سال هوا خورد توش، 1 سال 2 سال دیگه نشستم اسپینافه رو دیدم و یه سریال تینیجری بود اسپینافه، ولی میگن فصل 2ش قشنگه. تو نمیبینی واقعا. ما باید خیلی زیاده واکینگ دد اصلا خیال بشین ببین. تو نشستی گیم اف ترونز دیدیات اونا رو مقایسه نمیشه کرد، الان دیگه اصلا وقت نمیکنه، ولی خب حال میده. خدا وکیلی سریال حال که میده. ولی خب اگه میبینین حتما بشین واکینگ دد ببین. یه کاراکتری داره، ببین پشم ریزون دیگه، نگاه به اون چوش میاد تق خیلی باحال تق. ولی چند وقت همین واکینگ دد رو دیدم. یه سری انیمه های جدید دارم میبینم، عجیب غریب، همطور رندوم هرچی میاد دم دستم یه قسمت نگاه میکنم. وان پیس بعد 6 ماه برگشت. اینا همه چی میبینیم، یعنی فیلم، سریال، انیمه. آره من اصلا نه به هیچ چی نمیگم. من کی دراما هم میبینم، من سریال کره ای. نه پریروز کی دراما هم دیدم، تمام شد. اسمش اصلا یادم نیست چی بود، داستانش هم فکر کنم یادم نیست. داستان یادمه، اسمو یادم نیست. راجع به یه پسر و دختره بود، آشنا میشن توی بازی، آشنا میشن با هم دیگه، بعد وارد بیفی میشن. بیف که نه، یعنی دعواشون میشه. بار اولی هم دیگه رو میبینن تو واقعیت. بعدش پسره میره، دخترم میره برای خودش زندگی، و پسره نوه صاحب شرکتیه. بعدن دختره تو شرکت این کار میکنه. یه چیزه که دراما ها رو دوست ندارن، تقریبا کانسپت همه شده این. که درامای جدای خوبم داریم و خیلی چیزای خفنه که با داستانای خلاقانه داریم، ولی خیلی هاشون حالت اصلا نه فقط که دراما، فیلم هم همینطور. احساس کنم دیگه فقط دارن میسازن وقتی و بگذرونیم. یعنی قدیم مدای تو الان دیگه نه خبری نیست. نه ولی خب میگم انیمه هم همینجوری شدن، یعنی انیمه هم جدیدن داستان همه تکراره. من همین سولو لولینگ هم دیدم، یه تعریف میکردن. اینم دقیقاً مثل دیمن اسلیر، کلا رو گرافیکش و فایتاش میچرخه، یعنی داستان خاصی نداره. حالا یه چیزی بگم، تو هانتر ایکس هانتر ندیدی؟ نه. آره اون که میگن کپی همینه. ببین یک کپی کامل از این، یعنی تو توی هانتر ایکس هانتر جلوتر مثلا موجود دشمن اصلیشون مثلا حشره‌ن، اینم حشره است. خب بعد اونا مثلا حالا فکر کن زنبور، یادم نیست، ملکه‌شون به یه بچه‌ای یه تخم میذاره که یه بچه خیلی قوی در میاد، به ساینا ملکه رو بزن و اون تخمه یه موجود خفنی و ببین عیناً همینه. به اونجا میگفتن هانتر، اینا هم هانتر. خیلی عجیب غریبه واقعا، نمیدونم چرا این کار کردن. البته میدونین که این انیمه نیست دیگه. آره این یه از روی مانهوای کره‌ای ساخته شده. ولی خب عجیبه دیگه، باشه همه چی انگار تموم شده، یعنی آره دیگه هیچ چیز جدید. من الان به نظرم ثانوس بشکن بزنه واقعا پایم. منم واقعا پایم. حاجی همینجا که نشسته یکی بود دود میشه سلام امیر دیگه پایه نیست. نه ولی واقعا یه چیزی بگم، من موافق بودم با بشکن ثانوس. منم موافق بودم. به نظر خوبه دیگه. مشکل آخه این که رندوم همه چی رو پاکسازی کرد به نظرم اوکی. یه سوال دارم، به نظرت خودش رو هم توی اون رندومایز گذاشت، یعنی بشکن بزنم خودم هم نابود بشم یا نه؟ فکر نکنم. یعنی فکر کنم حتی دستش دست داده نمیتونی دیگه. میتونی خودت هم جز آدم ها پودر کنه شاید، ولی نکرده. آره. ولی اگه میکرد جالب میشد.
شاید بشکن میزدی اف خودش باهات میبود. اینا رو تاپ 3 سریالا یا کلا چیزای دیدنی، یعنی سریالی قسمتی، حالا انیمه باشه، سریال آمریکایی باشه، ژاپنی باشه. ببین من زاویه‌ای با تاپ 3 دارم. تاپ 3 خیلی کمه. ما خیلی چیزای خوبی داریم. خب دیگه حالا فکر کنم تاپ 5 تو 3 تا اولش بود، تاپ 10 تو 3 تا اولش بود. خب وان پیس که همیشه اوله. خب تو بگو اگه داری من با فکر کنم حاجی. من خودم با فکر کنم ولی واسه من اول وان پیسه. وان پیس بریکینگ بد تو احتمالاً. من بریکینگ بد جزء تاپ 3 نیست. نه من هست بریکینگ بد میدونم. احتمالاً وان پیس، بریکینگ بد، سه چی دیدیم مثلا گیم آف ترونز مثلا چیز خوبی بود ولی چون پایان بدی داشت زد توی پروبالم. من همینجور از این قضیه ولی شاید 3 رو بذارم بلک میرور. بلک میرور خیلی چیز جالبی بود. تمامش نکردم. البته فصل آخرش خیلی ضعیف بود. البته یه فصل جدید فکر کنم همین چند روز پیش اومد. آره یه فصل پارسال اومده بود که من اون دیدم اصلا کلا متفاوت بود با کانسپت خود بلک میرور. یعنی دیگه در مورد تکنولوژی و اینا نبود، یه سری داستان دارک بود صرفا. یعنی مثلا آره مثلا در مورد قتل و اینجور چیزا بود. من دارم فکر کنم بلک میرور نه بلک میرور نه. چند تا فیلم سریال بگو یا فیلم خفنم بگو که سریال چی دیدیم ما؟ مثل ربات. خب ندیدم کامل. فقط کوچولو بدر کال ساول اونم ندیدی؟ اونو از تو بیشتر دیدم پسر. آره من 2 فصلش دیدم. هنوز بقیه‌شو وقت نکردم. خب دیگه فیلم سریالای خوب خیلی دیدیم ولی الان یادمون نمیاد. شاید لوکی اگه تو مثلا دیدی بتونی بگی من، ولی خب هنوز چون فصل 2 شو ندیدم. سریال خوبیه ولی کلا من مارول اینا رو حساب نمی‌کنم. موافقم. اونا رو چون مثلا خودش انگار یه سریاله دیگه. اونو کامل جزء دسته‌بندی جدا بود. اونم چون الان پایانش بد بوده اصلا نمیتونم حسابش کنم. نمیدونم واقعا به غیر وان پیس الان نمیدونم چیو تو لیست تاپ 3 بذارم، چون نه من وان پیس و بریکینگ بد و احتمالاً همون بلک میرور، چون بلک میرور واقعا من با عشق میدیدم. خدای چیز خیلی خفنیه. آره چی فیلم سریال دیدم یعنی هیچ اینا جزء تاپ 3 و اینا نمیذارم. شاید هم نمیدونم. وایکینگز هم من خیلی دوست داشتم. وایکینگز هم دیدم ولی خب نه تاپ 3 نیست. گفتم بین تاپ 3 نمیذارم. من الان میتونم خیلی چیزا بگم که بیاد مثلا اتک آن تایتان و اینا انیمه زیاد به ذهنم میاد، ولی خب خواستم سعی کنم یه فیلم سریالی بگم انیمه باشه که وان پیس، اتک آن تایتان، توکیو غول. نه توکیو غول دوست نداشتم. توکیو غول فصل 1 و 2 مثلا اونجوری بخوای حساب کنی. آره انیمه که زیاد میشه گفت، ولی خب فیلم و سریال هم نمیدونم، خبری ندارم، نمیدانم، خبری نیست. فیلم چی؟ فیلم اونجرز ها رو میتونم بگم یه دونه شونو. آره میتونی بگی دیگه. سه تای اینفینیتی وار رو اندگیم کدوم انتخاب میکنی؟ من اینفینیتی وار بیشتر دوست داشتم. موافقم. چون همه میگن اندگیم، شاید هم نمیگن، نمیدونم، بیشتر شنیدم میگن دیگه، ولی من اینفینیتی وار رو دوست داشتم. فیلم یکی این چی بگو اسمش. ببین فیلم های انیمه‌ای هم میتونی بگی. کورا میازاکی. نکو شهر اشباح. پس من که ببین تاپ 3 اینجوریه: اسپریتد اوی، فایت کلاب. میخواستم فایت کلاب بگم اسمش یادم نه من فایت کلاب دیگه بغیر اسپریتد اوی و فایت کلاب. یکی دیگه هم گفتم فایت کلاب که گفتیم. یکی دیگه منم گفتم اینفینیتی وار. الان پشیمون شدم نمیذارمش تو لیست 3 تا برتر. ولی من اصلا مارول رو نمیتونم اینجا بذارم. مارول حال میداد اون زمان. شاتر آیلند خیلی دوست داشتم. کلا من فیلمای دوست دارم که آخرش پشمام بریزه. آفرین. یعنی ببین اصلا متفاوت با اون چیزی باشه. من از فیلمی که بتونم آخرشو حدس بزنم متنفر میشم. یعنی ببین خفن ترین فیلم باشه 20 اسکار برده باشه، من ببینم بتونم تاشو 1% حدس بزنم متنفر میشم از اون. میفهمم. من یه قدرت عجیب غریبی توی حد زدن چیز میزا دارم. فیلم‌ها اینو ویدا کامل دیده. خب من مثلا یه چیزی از یه فیلمو میبینم تا تهش رو برات میگم. خب
واسه همین دیدی مثلا بعضی وقتا تو میگی حاجی اون صحنه بودش که مثلا میز جلوشون بود، من میگم اسپویل نکن، بعد تو میگی بابا دارم میگم میز جلوشون بود، من چیز خاصی نگفتم. باورتش باشه از روی این مثلا تا ته سریالو پیش میرم. قدیم مثلا اینطوری این کار زیاد میکنم باحال بود، الان دیگه فیلمای آبکی شدن لازم نیست کار خاصی بکنی، میدونی دیگه سر تا فیلم‌ها چیه. ولی خب آره شاتر آیلند تیکه‌ای که برگشت آخراش گفتش که من گفت قضیه همینه سرکار، ترجیح میدی که die as a monster or نه live as a monster or die as a good man. من این تو بودم که چی داری میگی؟ مثلا بخوام من از سوپر هیرویام بذارم تو لیستم 100% اسپایدرمن 2 رو میذارم. 2 قدیم اونی که دکتر اکتاویا اسمش چیه کاملش؟ اکتاویا یه همچه دکتر اکتاپوس دیگه. خب ولی اکتاویوس آفره اوتو بود اسمش، یعنی به صورت اوتو کار میکرد. چند وقت میمای عجیب غریبی هم اومده تو اینترنت. چی؟ یه سری نمیدونم بومباردیلو کروکودیلو. ولی خدا رو شای من توی این مدت اصلا من فکر کنم از قبل از یعنی قبل از فروردین، یعنی از اسفند تا اینجا فکر کنم 3-4 بار رفتم تو اینستاگرام. اونم در حدی رفتم مثلا دایرکتمو چک کردم اومدم. من 2 روز پیش رفتم اینستاگرام پر شد. گرچه دوستان میگن که من مثل عقبم نسبت به میمای دنیا، مثل اینم خیلی جدید نیست، مثلا مال یه 20 روز بگو پسر خوب ما دیگه پیر شدیم، ما میم بازیامونو کردیم. میگم بومباردیلو کروکودیلو ترالالرو ترالالا اصلا نمیدونم معنی چیه، معنی ندارن. اسم یه سری کاراکتر من نمیدونم از کجا این کی اینا رو از کجا منبعش چیه، یعنی جدیدن واقعا دنیا خیلی گم شده. یکی این میمو من هیچ وقت نفهمیدم، یکی میم عباس بوعزا. این دوتا رو قبولت دارم هیچ وقت نفهمیدم کانسپت این دوتا چیه، چرا معروف بود اصلا چرا، یعنی چیز جالبی نبود واقعا. شاید ما خیلی دوگیم تو فعلا گنگی واقعا، شاید ما خیلی گنگیم. کلمه نمیپیچه کلمه نمیپیچه، درست گفت، تو دهنم نمیپیچه کلمه تو دهنم نمیپیچه. باره دیگه آجی اپیزود قبلی که شروع کنیم یه نگاه به هم دیگه کردیم، گنگ ترین آدمای دنیای من. واقعا این اپیزود فکر کنم بدترین اپیزود تاریخ یوتیوب، یعنی چیزی بدتر از این آپلود وجود نداره اصلا هیچ. یعنی ببین یه دفعه گفتیم یه اپیزود دیگه بگیریم، خستیم جو داریم میمیریم، من دارم خواب میرم واقعا. ولی یه دفعه ای نبود، ما الان حدود 1 ماه میگه فردا اپیزود بگیریم. دیروز دیگه با عزم و جزم گفتیم فردا اپیزود میگیریم. آقا پایتخت من فیلم سریال نمیبینم دیگه، فیلم سریال ایرانی نگاه نمیکنم، ولی خب امسال به دور خانواده نشستیم پایتخت دیدیم، جالب بود. یه سری میم های دیگه اینا خیلی قدیمی بودن، آهنگا و میمای اینستاگرامی مثلا مال 3 سال پیش استفاده میکردن، ولی خب فان بود، چسب دور هم باحال بود. قسمت آخر دیگه به پایتخت اینجوری که آره دیگه اصلا راضی نبودم پایانش و فکر کنم اینطور که شنیدم از این کار دوست دارم استفاده کنم، فکر کنم اجازه دارم اشتباه استفادهش میکنم اینجا کارهایی ندارم، فکر کنم اجازه پخش ندادن. خب اینا تو تاجیکستان فیلم برداری کردن، رفتن تاجیکستان اجازه پخش رو ندادن دیگه، به جاش گفتن بریم مثلا مشهد زیارت دوره هم بزنیم برگردیم. این همه برنامه‌ریزی کردن برن تاجیکستان، اینا یه دفعه تو مشهد سرتاش هم. آره میگم خیلی یعنی اصلا پایه‌مندیش افتضاح بود. یا اون موقع هم که یه سیزن هم که پاشون رفتن ترکیه و از سر همون فکر کنم هست، اینا رفتن ترکیه، بعدش دیات سوار بالون شدن، بالونه بردن افغانستان سوریه، رفتن سوریه و که اونجا داعش. آره بردن سراغ داعش و اینا. اصلا چرا داریم اینا رو میگیم؟ اونجا گیر داده بودن بهشون مثلا که تو ترکیه خوب چی نکنید داستان میشه.
نمیدونم ولی خب دیگه پایتخت هم دیدیم. آره دیگه. واقعا هیچ خبر خوبی نیست. یه خبر جالب، خدا رو شکر. دایرولف این خبر خوبی هم هست. آره این واقعا خبر خوبه جهانی. ببین یه کمپانی هست که کارهای بیولوژیکی و ژنتیکی انجام میده. تو که میدونی ولی دارم واسه شما توضیح میدم. تو برای من توضیح بده، من گوش میدم، گوش شنوام برات. بعد این اومده دی ان ای این گرگ دایرولف، یه گرگ بوده که مثلا 10,000 سال پیش زندگی میکرد تو زمین، بزرگتر و قوی‌تر از گرگای الان بوده. دقیقاً همون گرگی که تو گیم آف ترونز هست، اگه دیده باشین میدونین چی. ژنتیک اینو از توی یه دونه دندون این تونسته در بیاره با ژنتیک گرگ خاکستری. آره. با ژنتیک گرگ خاکستری تونسته ترکیبش کنه، یعنی ژنای اینو گذاشته جای ژنای گرگ خاکستری. و تو رحم هم گرگ خاکستری تونسته اینا رو به دنیا بیاره. الان 3 تا دایرولف هست تو دنیا. یک اشتباه رو درست کنم، توی رحم سگ به دنیاشون آوردن. جدی؟ آره منم تازه فهمیدم. من فکر می‌کردم تو رحم همون گرگ خاکستری. نه منم دیروز ویدیو بهم گفت خیلی جالب بود. و اینجوری که خودشون گفتن 98 تا 99% شبیه به همون دایرولف واقعیه. یعنی 1% دیگه ژنتیک اون چیو داره، گرگ خاکستریه معمولی. میگن خیلی اصلا داریم به این سمت و فکر کنم اینجوری که گفته بودم تا سال 2030 اگه اشتباه نکنم، تاریخش اشتباهه ولی گفتن که میخوام ماموتو برگردونن. من بچگی دوست داشتم ماموت ببینم، این عصر یخبندان میدیدم یه ماموت باحال به ما بدین. یکی هم خیلی دوست دارم دایناسور ببینم، ولی خب اون دفعه هم یه صحبت کردیم گفتیم شرایط جوی و اکسیژن زمین الان برای دایناسور اوکی نیست، ولی خب اگه یه پارک ژوراسیکی درست کنن دورش فضا سرپوشیده باشه، سطح اکسیژن رو ببرن بالا، گرماشو درست کنن، ما بخوایم بریم داخل مثلا با ماسک و اکسیژن خودمون بریم، دایناسوری هم بیارین دیگه، یه تیرکس نیاد جلومون، حال میده. من واقعا میرم با همه ترس ها و همه چیزهایی که در پارک جوراسیک دیدیم، من بازم دوست دارم تیرکس ببینم. منم واقعیت اجدام درست کنم. آقا بذار یه سوال جالب ازت بپرسم. من معروفم به این سوالاتی که دوست نداری جوابشون بدی، ولی خب مامانتو بیشتر دوسته از این جور سوالا. خب من حالا خودمو مثال میزنم، تو رو نمیدونم، ولی خب به نظر من رفتن به باغ وحش کار اشتباهیه، چون حیوانو گذاشتن تو قفس و تا همین الان دوست داشتی بری تیرکس ببینی. حیوانو گذاشتن تو قفس و بیچاره توی 4 دیواری داره زندگی میکنه، حالی نمیده و هر چقدر ما بیشتر بریم اونا بیشتر سود میبرن و باغ وحشای بیشتری ساخته میشه. تو میری باغ وحش؟ یعنی تو قبول داری؟ من بچگی دیگه باغ وحش نرفتم. من خودم هم این قبول دارم. مخصوصا باغ وحش ایرانی. باغ وحش ایران که اصلا نرید، افتضاح. ببین باغ وحش اونجا حداقل میدونی حیونا شرایط زندگیشون خوبه دارن، تازه اونم خوب نیست، یعنی فضای باز دارن، غذاشون درسته، سلامتن حداقل. آره خب یعنی حداقل مثلا یه شرایطی مثل یه حیوان خونگی رو دارن، یعنی غذای به موقع و درست و اینا. ولی حیوانات تو باغچه ایران که افتضاحن، یعنی واقعا توی یه قفس انداختنشون توی فضا کوچیک، مثلا شیر می‌بینی توی اتاق اینقدیه. نه همینو میگم و تو هم مخالفی. آره 100%. حالا سوال، اگه پارک ژوراسیکو درست کنن اونم یه باغ وحشه، تازه بدتره، یارو رو از 65 میلیون سال پیش بیچاره مرده تو بهش خوابیده، برش میگردونی میذارش توی قفس. حالا به نظرت چیه؟ میری یا نه؟ این سوالایی که دوست نداری جواب بدی، اما الان اینجا یه بار دیگه ببینم، یه بار همون یه بار یه پولی میدی به جیبشون، اینا یه باغ وحش یه سوی تیرکس رو ترکیب میکنن، آفرین تیرکس مثلا با کفتر قاطی میکنن، یه پو یه کفتر تیرکس. ولی خب میری یا نه؟ آره من هم میرم. چی نمیدونم این که مخالف تیرکس نبینی خودم وکیلی هستم. اینو میدونی میگی خدا حالا شایدم پولمون نرسید به فیلمش بگیم. اصلا حالا او که مرده بود خداش هم باشه زندش کردیم، حالا چی میشه بیایم ببینیمش؟ به خدا غذا نون تو دادیم، آب تو دادیم، نه ببینیم. باید اینو بدیم فلسفه و این روانشناسا این سوالو جواب بدن، چون
میدونیم کار اشتباهی، اینم باغ وحشه، ولی اون لحظه دیگه ما میشیم خدای اونا دیگه. هر کار ما بگیم ما بکنیم. راست میگی، ولی بدم هست بیچاره‌ها رو زندهشون کنیم، کلا باید توی فضای بسته آره. اشکال نداره. حالا یه دونه شاید اونا رو مثلا ژنتیکشون با مرغ ترکیب کردن، این مشکل اکسیژن بگم مثلا یه تیرکس این قضیه عجیب بود. من پت دایناسور رو میخوام. یه چیز جدیدی بود که مثلا اینجوریه که 99% تیرکس 1% مرغ. من میخوام چون اینجوری هم که یعنی میدونی که میدونم مرغ یعنی دایناسورا پیشینیان پرندگان امروزن دیگه. یه میمه خیلی معروف هم هست، یه مثلا پلنگ گنده نشون داده، پایینش یه گربه است، گربه مثلا داره میگه من جثه‌مو از دست دادم. یه ماموت، یه فیل پایینه میگه من آجامو از دست دادم. یه دایناسور پایین یه مرغ نشته نشته قد. واقعا این دیگه سمتری خیلی بد پس رفت تکاملی. یه دفعه به پای پرنده ها دقت کنید. آره دقیقاً دایناسور خیلی به دایناسور. ولی واقعا خب ما چون بچگی پارک جوراسیک میدیدیم و اینا، ما حقمون رو ببینیم دیگه. این دایناسور خدا وکیلی این دیگه اشکال نداره. آره خب الان این هوش مصنوعی اومده دیگه. دایناسور ببینم. دایناسور دایی ولفو که زنده کردن. دایر ولف ببخشید. دایی گرگه رو که اوکی کردی. آقا یه سوال دیگه ازت میپرسم. بفهم. یکی از آسای پاستور رو بگو. دل. اینا رو از اون موقع قایم کردی ها؟ جانا نه اینا وسط اپیزود در اومد. بذار نمیتونیم پرتش کنیم توی صفحه نرفت. خیلی داغون. آخه بچه تو تست کن به دوربین خودت باید بزنی. من که دیگه ازت یکی آسای پاستور رو بگو. پیک نداریم بهت جوکر میدم، تو اینو پرت کن من اینو پرت میکنم، هر کدوم بزنیم نزدیک رفت که ولش پدر خبری نیست. آره دیگه. ولی خب امیدوارم که ببینیم فردا چی میشه. ما که 2 روز زنده که آره ما بس حداقل چند تا چیز باحال ببینیم. من بسم اینه که ما نسبت به فردا بند نظرم، ما اگه دیدی فردا جنگ شد، آره بابا یه تیرانوسی بیارین ببینیم دیگه، بیاره با تانک بزنمش جلوون ببینیم. ولی خب نمیدونم، نه هر شرایطی بود دوست دارم برام باغ وحش دایناسورا رو هستم. هر چقدر ان شاءالله نزدیک باشه بتونیم بریم، ان شاءالله زنده باشه. تو چی دوست داری؟ چی زنده بمونیم، ان شاءالله زنده بمونیم. البته اونم جدیدن خیلی روش گونگم که ان شاءالله زنده بمونیم. تو ما یه سن محدودی داریم، یه عمر محدودی داریم، همیشه که زنده نیستیم. بگیم که متوسط که الان شده برای مردا 63 سال فکر کنم، بگیم 80 سال هم نه، ما 60 سال عمر داریم. الان در 25 سالگی به سر میبری، 5 سال بر 35 سال داریم. چه پیشرفتی تو تکنولوژی دوست داری ببینی و زنده باشی؟ اولیش اینه که یه تکنولوژی بسازن آقا سوخت. آره بسازن که آقا داری گیم میزنی بتونه اون بو و اون فضا رو بگو مثلا میری توی یه فضا جنگلی، بوی جنگل یا باد خنک دارن روش کار میکنن. آره منم شنیدم. یعنی اصلا قرار بود پلی استیشن 10 سال پیش همچین چیزی بود. ولی خب احتمالاً چیز پرهزینه‌ایه، چون یعنی یه چیز که با شارژ بشه دیگه، یه مواد شیمیاییه دیگه. یعنی تو مثل پرینتر احتمالاً باید اسانس‌های مختلفو بگیری شارژش کنی. بخاطر این احتمال زیاد چیز ارزونی نباشه حداقل از 100%. ببین قیمتی نگو، هر چی اصلا دوست داری بریم مری خرج دوست داری. دومیش اینه که آقا این دنیای متا ساخته شه، یعنی بری توی عین نمیدونم حالا اگه ردی پلیر وان رو دیده باشی عین اون، یعنی یه عینک بذاری بری تو اون دنیای عشق و حال کنی، پرواز کنی، سوار اژدها بشی، هر کار دوست داری بکنی. ببین تکنولوژیش نمیدونم چطوری بعد من تو تئوری دارم میگم، اینکه الان بتونی بری توی بازی، خب ما همون وی آر میشه. خب بس اینه حالا تو رو اون دستگاهه به یه خواب مصنوعی میبره، حالت انگار میری توی یه کمای مصنوعی،
مغز تو ناخودآگاه تو حالت انگار داری خواب میبینی، میری توی مثلا فکر کن بازی توی یه دنیای برای خودت بگردی. اونجوری سختیش میدونی چیه؟ آدما رو به هم وصل کنی. آره میدونی تو میتونی شاید الان مثلا یه چیپ بزنن رو سرت که بتونی هر خوابی که میخوای ببینی تو ناخودآگاهت ببینی. خب ولی بس اینه که چجوری این آدما رو به هم وصل کنی. خب همینه دیگه. اینو خیلی من دوست دارم ببینم که میدونم فکر نکنم به 35 سال ما ببینیم. چیز دیگه نیست مثلا بخوای بریم مریخ و مثلا انسان مریخ رو کشف کنیم. مریخ چی داره؟ میریم هرمز مثل مریخ. درست. خاک قرمز فقط دیگه. بجی خارجی حرفای ما رو اینا خشماشو میریزه. هرمز و مریخ دیگه. نه آخه واقعا بری چی ببینی؟ بیابون کلش. آره نه یعنی نه که بری خودت بری مثلا یه سیاره رو پیدا کنم مثل آواتار شاید. نه که خودت هم بری مثلا پیشرفت علم و تکنولوژی مثلا بگن اوکی آقا یه سیاره پیدا شده بریم اونجا. حالا بذار یه چیز جالبی در مورد این منم دیدمش. ایلینا بهت بگم مثلا آدما همیشه فکر میکنن که مثلا ما تنها مخلوق یا یه سری که فکر میکنن ما تنها مخلوقات دنیاییم، یه سری دیگه هم فکر میکنن که مثلا آدم فضایی هستن که مثل خودمونن، یعنی از سطح تکنولوژی و اینا مثل ما. ولی فقط نگاه کن ببین انسان تو 100 سال گذشته چقدر پیشرفت کرده. دقیقاً. یعنی ما الان بریم 100 سال پیش آدما رو ببینیم میگیم وای این اسکولا کیان، یارو مثلا نمیدونه اینترنت چیه، نمیدونه برق چیه اصلا. خب حالا فکر کن چقدر احتمال داره که مثلا این ایلینا دقیقاً مسیر تکاملشون مثل ما باشه. یعنی اونا اگه 400 سال ما جلوتر باشن تفاوت تکنولوژیشون با ما میشه هزاران سال نوری. دقیقاً. یعنی اونا اصلا میان ما رو ببینن میگن ما این حیونا چیان، اینا رو بنازیم تو باغ وحش بره مثلا، یعنی سمت ما هم نمیان، میگن اینا به چه درد ما میخوره. اینم خیلی چیزی که من دیدم روش بحثه. یکی حرف جالبی میزد مخالف این حرفای من و توه، آدم بزرگی هم بود، گفتش ببین درسته یه بالاخره غیر از منم اینو معتقدم 100% غیر از ماها موجودای زنده دیگه هم توی دنیا هست. حالا ای که موجود هوشمند باشه یا نه اونو خب ما هم باز میگیم خب احتمالا باشه. خب ولی یکی داشت بررسی میکرد میگفتش میدونی چقدر احتمالش کمه؟ گفت میدونی ما چه موجودات خارق العاده هستیم؟ گفته شرایط زمین یه جوری تغییر کرد چه میدونم فکر شهاب سنگ میاد میزنه، یه دفعه قطبای زمین جابجا میشه، زمین یه دفعه مثلا دماش میره خیلی بالا، زمین یه دفعه میره تو عصر یخبندان، یه چیزای هی دست به دست هم میده که ما توی این سیر تکامل مثلا انسان به وجود میاد. داشت میگفت این خیلی چیز نادریه، اصلا فکر کنم مثلا اون شهاب سنگ نمیخورده به کره زمین شاید ما هیچ وقت وجود نمیداشتیم. آره شاید که میگم تو الان ممکنه مثلا اونجا هم حیات باشه ولی مثلا هنوز تو تکامل مثلا چند میلیون سال پیش ما باشه، یعنی بری اونجا تازه ببینی مثلا هنوز پستاندارا تازه دارن تبدیل میشن به یه سری موجودات میمون مانند. خب بس همینه تا مثلا به ما برسن شاید چندین میلیون سال طول بکشه دیگه، اون موقع مایی اصلا وجود نداره. آره اینو یه نفر گفت احتمال ای که همدیگر رو ببینیم صفره. صفر که نمیگفت نزدیک به صفره. بحث اینه اولا که صرفا اونایی که تکامل پیدا میکنن مثل ما انسان نخواهند بود، بستگی به شرایط اونجاشون، مثلا چه میدونم قیافه اصلا نفس کشیدنشون روی رو دو پا را رفتن شاید فرق کنه. آره شو اصلا کلا مسیر تکاملی ما بر اساس یعنی کربن ساخته شدیم. آره خب من یعنی بر اساس مواد عالی و اینا ساخته شدیم، شاید اونجا حیاتش کلا با ما متفاوت باشه. دقیقاً من میگم اصلا فکر کنم مثلا شاید موجودات شکل علامت تعجب باشن. خب خب بپر میکنه این چیزا هست، ولی این میگفتش این که موجود وجود داشته باشه خب احتمال خیلی بالاییه، نزدیک به 100. ولی احتمال ای که این موجودا بتونن به اون تکامل و هوشمندی مثل انسان برسن خیلی پایینه. میگم اگرم باشه یعنی ما تفاوت یعنی سالمون با اونا مثلا حدود 1000 سالم باشه، میگم اونا به ما عین جوری که ما به شامپانزه نگاه میکنیم یعنی هیچ اهمیتی ما
برای اونا نخواهیم. حالا عصبی میشی میکروفونا رو دیگه میزنی. آره دستم هیچ اهمیتی برای اونا نداری. چقدر شد؟ آخه شما صحبت کن. من نمیبینم. خب دوستان شما چه خبر؟ تو کامنت ها لطفا بهمون بگین، ویدیو رو لایک کنین، برای دوستاتون شیر کنین. شما صحبت کن. آره و همین دیگه. آره دیگه بذار منم برگردم. 50 دقیقه‌مون شده، یعنی آی 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 آی. خب دیگه مثل این که وقت رفتنه. خلاصه که یه توصیه خوب میمیری یه لیوان سخت و عجام بلند شدم. یه توصیه خوب به یه نفر اگه تا ته ویدیو، چون عجیبه که یکی بشینه چرت می‌خواستم توصیه خوب. آقا هر چیزی که فکر میکنین حالتون خوب میکنه رو انجام بده. من یه دفعه دوست داشتم موامو اینجوری کنم، رفتم که چی شد دیگه. حالا یه دفعه آدم یه بار زندگی میکنه، کلن هم 60-70 سال زندگی میکنی توی تاریخ این جهان هستی، اینه یه دونه اینجوری. آره یک ثانیه میای و میری. از هر کار دوست دارین و حس میکنین نیاز دارین تو زندگیتون که تجربه کنین انجام بدین، به جز مواد مخدر. یعنی چیزایی که به بدن خودتون آسیب نمیرسونه رو انجام بدین دیگه. چون حاجی یه هپتریاک هم مثلا طرف دوست داشته باشه نه دیگه، حالا اونا رو که خودتون میدونین دیگه. چیزا آقا مثلا نمیدونم دوست داری بری یه جای ارتفاع بپری با چتر، چقدر دوست دارم مثلا برو تجربهش کن لطفاً با چتر بپرش میکنم. نمیدونم اگه دوست داری یه سفر باحال بری برو. و میدونم خیلی چیزا سخته با خانواده ایرانی ولی براش بجنگیم. آره خیلی چیزا قشنگی گفتی. منم یه توصیه میکنم اعتصاب نه انقدر چی گفتیم یادم رفت. تو روی یه چیزی تعصب نداشته باشین. تصاحب لطفاً تعصب نداشته باشین روی هیچ چیزی به جز تیم فوتبالتون. نه تنها چیزی میتونین روش تعصب داشته باشین و باید داشته باشین تیم فوتبال. میذارنتون مثل برنج توی دیگ درتون هم میبندن، برو پسر شفته میشین پسر خوب. تازه من که فوتبالی نیستم اینا رو خبر دارم. نه ولی خدا روی هیچ چیزی تعصب نداشته باشین. آره اینو واقعا قبول دارم، به جز تیم فوتبال به خصوص رئال مادرید روش اصلا تعصب نه شروع میکنم. ولی خدا وکیل روی هر چیزی مثلا هر عقیده‌ای دارین اگه خیلی پافشاری روش بکنین درسته، شاید به نظرتون عقیدتون درست باشه، من خودم خیلی چیزا هست به نظرم درسته، ولی همیشه یه جای شک بذارین، تعصب نداشته باشین. شاید طرف مقابلت واقعا مثلا درست بگه ولی تو اگه تعصب داشته باشی هیچ وقت نمیفهمی که چیز درست اونه و تو همیشه توی اون حماقت خودت میمونی و میگی نه این درسته، این چیزی من میگم، یا مثلا فلانی کار درست میکنه بعد خب یکی میگه نه آقا فلانی کارش غلطه، تو اصلا گوش نمیدی. یا وقتی تعصب داشته باشی اینطوریه اصلا دیگه گوشت نمیشنه و میگی نه فلانی اوکیه فلانی عالیه. روی هیچ چیزی تعصب نداشته. من خودم دقیقاً الان چندین سالم اینجوریم، یعنی روی هیچ چیزی اینجوری نیستم که نه این 100% درسته. یعنی تو برای خودم توی همه چیز شک باقی میذارم دقیقاً، همیشه به هر بتونم اگه اون چیز اشتباه بود بتونم خودم عوض کنم دقیقا. حالا چه تفکرم باشه، چه عقیدم باشه، چه مثلا اطلاعات علمیم باشه، هر چیزی رو سعی میکنم همیشه جای شک توش داشته باشه. دقیقاً توی همه چی جای شک رو بزنید، هیچ چیز 100% نیست، همیشه تعصب روی یه چیز نداشته به جز این که رئال مادرید بهترین تیم دنیاست، به خصوص روی اون دقت کنید که تعصب ببینید اینطوری دیگه. رئال مادرید الان مثلا امیر برو خب باعث مرگ من بودی. هر موقع امیر با من فوتبال میبینه به همون سرویس میشه. آره فوتبالی نیستم، میام یه دفعه شما داری نگاه میکنین یه نگاه به تلویزیون میکنم
به انرژی اینا اعتقاد ندارم، ولی یه انرژی از من ساطع میشه ما بدبخت میشیم. واقعا دروازه‌تون بازه چند وقت. چند وقت پیش اصلا ظهر بود بعد داشتم فوتبال میدم اومد تو بازیکن همیشه هم سر بازیات میرسم دیدی هر وقت بازی داریم هم میرسم. آره دیگه خلاصه اشغال کنین، به قول کمیل هر کار دوست دارین تست کنین، تعصب روی هیچ کاری نداشته باشین و مثل ما اینقدر بقیه رو نصیحت شما نصیحت نکنین، کار خوبی نیست. اینم یاد باشه دفعه راجعش صحبت کنین. نصیحت کردن خودش مقوله یه اپیزود کامل میخواد. ولی امیدوارم که واقعا حالتون خوب باشه، ان شاءالله همه چی به بهترین شکل برای هممون پیش بره. خدافظ، مواظب خودتون باشین. اشغال. امیدوارم هر چی که بهتره واسه خودتون و مردم ایران و اطرافیانتون پیش بیاد و تا ویدیوی بعد چاکس.